مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من. سلام و درود بیننده ها و مخلصان شبکه شهنام. السلام علیکم بیننده های ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنام حاضر هستیم در دهه مهرآباد برای تبریک کردن به خانواده خیریمک آمدیم که امروز جشن زادروزی حنیسه خاله شده ایستاده است. از نام فرزندانشان، از نام جمشیدکه، دلوارکه، دلیرکه، دلشادکه و البته کلین و نبیره ها امروز مادر عزیز را تبریک میگوییم. پیشکش شما میکنیم با ما باشید، با شبکه شهنام خود را احتیاط کنید. مادران عزیز، خویش و توار، نزدیکان، مهمانان خانواده خیریمک، همه شمایان را به امروز روز خرسندی جشن زادروزی مادر مهربان، جشن زادروزی حنیسه خاله خوش آمدتان میگویم. البته خیریمک یاد شما نزدیکتر میستیم. خیریمک روز خرسندی مبارک. امروز این لحظه های زیبا را برای شمایان مبارکباد میگویم. حنیسه خاله زادروز مبارک، روز تولد، میلاد عمر را امروز این لحظه های زیبا را برای شما مبارکباد میگویم. سورپریز است میاد، سورپریز آشکار کردن می. انا کی آمدیم ما؟ 4 تا پسر دارم، 4 کلی، خدا بشکر 20 تا نیواره. البته از نام همه جگربندان، از نام نکس هم مغز شیرین میگن، از نام نبیره ها، بعد از آن از نام کیرین ها و در آخر از نام پسران شما را تبریک میگیم. نبیره های شیرین میگن آنا جان مهربان، بابا جان دعاگوی داریم. هر بار که هر چیزی که ما التماس میکنیم ارکگی میکنیم برایشان، برای ما مهیا میکنن، دوست میدارمشان، همیشه صحت سلامت باشند، گنجینه خاندان ما هستند، فرشته خاندان ما هستند. دعاهایشان به یگان شبه مستجاب میشود. کلینان نازنین، عروسان نازنینتان میگویند مادر، مادر مهربان، مادر عروس نه، خوش‌دامن نه، مادر هستند برای ما. کلین کلانی میگویند بعد از درگذشتن مادرم مرا تنها نگذاشتن، مادری کردن، مهر و محبت مادری دادن. هزار رحمت. پستی و بلندی زندگی بوده است. چیزهایی که ما ندانستیم، ما را دشنام نکردن و همان چیزها را برای ما پستی و بلندی زندگی را آمیزاندن. هزار رحمت. ما میفخریم در این خانواده هر 4 ما کلین دختر شده در آمدیم و البته همیشه ما را هر گفتنی های ما را برای ما اجابت میکنند.
همیشه صحت سلامت باشند. فرزندان عزیز صحبت کردیم گفتند که برای ما همه چیز مهیا است، ما بای هستیم، چون گفتم ما در سر پدر داریم، مادر داریم، برای ما همین بس است. خودشان احتیاط کنند، صحت سلامت گردند، برای ما از همه بایگری بی‌بهاست. برای مادر عزیزم رسانید که مادرم، ای مادرم، جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم، من که این دم با قد تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شام تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. با کلام و معنی ها و معرفت، پر ز عشق حق نمودی ساغرم. هر کجای مقدم تو می روم، سجده بر هر یک کدومت آورم. پیغمبر خدا فرموده است انیسه خاله، مادر را چنان زیبا آفریده است که خداوند کریم همان روزی که مادر را می آفرند با دستشان جنت را تحفه می سازند. بعد از یک لحظه می بینم که مادر خاموش است و به فرزند خودش را تصور کردن نمی تواند و خداوند کریم بهر مادر فرزند را تحفه می کند که در دو دستان مادر جنت بود، بهشت بود. انا همین مانند شما مادران آن جنت را در زیر قدم خود گذاشته، ما فرزندان را با آغوش گرفتند و در مابین دو دنیا ایستاده به دنیا می آرند. 9 ماه و 9 روز در باطن خود برداشته، البته با شیر سفید بابای می رسانند. برای مادر چقدر سخنگویم کم است. می رسد فورم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهباری محبت های او گشتم کلان، گیر مو بر دیده مالم خاک پای مادرم. انا همان خاک قدم های مادر را سرمه چشم کنیم به ارزد. زاد روزتان مبارک. امروز انیسه خاله چند بدن آمدید؟ چند بدن آمدن امروز؟ یکم 18 گفتن. هم خیلی حاضر خیلی من بگوین یکم 18 گفتن بودن که میکروفون گفتم. بگذار چند سال شد تو اشتگش با؟ 40 سال. 40 سال. انیسه خاله نبینید زادروزتان تیره ماه با. تیره ماه با همه گلها اوزه شکوفان شده می شود. پدر عزیز خاندان گلدسته ها توفه میکردن میاد در نی پاکت گلدسته پول دسته و تیلا دسته بود می. همه چیز خدا باشکر. راست شده چند تا گلدسته توفه کردن به غیر از توی. نه به آخره امروز با یک تا گلدسته است از نام خیریه‌مک برای شما. البته پیشکش میکنیم خودشان پدر عزیز برای مادر میسپارند کنی در زیر گواهی مهمانان فرسک میزنیم به همه. مبارک باشد. خیریه‌مک مرحبا نبیره ها بیایید کنی. مبارک باشد. البته خیریه‌مک هر باری که در روز خورسندی در خیلی روزهای زادروز انسان خاله مهمان میشویم نیت میکردیم از آغاز همین کاری خود را آغاز کردیم. نیت میکردیم که در همین سمرقند عزیزمان در دهه های آهلیک و میرانقول و آقسای در تمام ازبکستان عزیزمان حاجی ها زیاد شوند، زیارت کعبةالله نصیب کنند گفته نیت میکردیم. نیت ها خالص بوده است. خداوند کریم آمین گفته به درگاهش قبول کرده بوده است. چندین آن جایهایی که ما تبریک کردیم باز تکلیف کردن به حج آشی ها. امروز باشد باز نیت میکنیم. آرزو میکنیم در زیر گواهی اینقدر مهمانان که مادران فرشته هستند دعا میکنیم که هر دوی شمایان نیز نصیب کند و زیارت کعبةالله رفته آمده ما باشد صبح سحر از نماز بامداد بر وقت
شما را پیشواز گرفتن نصیب کند میگویم. و البته در روی دنیا که از همه کتاب قیمت بهاترین نامش کتاب قرآن است، از نام هم فرزند و هم کیرین ها برای شما تقدیم میکنیم. خدا خواهد سال آینده زیارت کعبه الله نصیب کند میگویم. مرحبا پیشکش میکنیم، مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته از نام نبیره ها در اینجا یک ساعتی کلان است. هر بار که بابا جان و آنا جان هم پنسیون جمع کردن گیرن و ما نبیره ها اوش قدم های بلند شد تا با تیار همین ساعت ها بینن اگر وقت چخین گذاشتگیش رو فهمانو تا تیارش رو بینن گفتم من قطارش رو ایستاده نبیره پسرها مرحمت پیش کرد کنیم برای آنا جان و بابا جان. مبارک باشد. سفلا نبیره 20 گفتن ابیره حسبی خدا خواهد حال نصیب انا همون ابیره برساند و آن کلان شده گشتن برای شما نصیب کند. از نام نبیره ها انگشترین طلا برای شما مرحمت پیشکش میکنه. مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. البته دستنامه طلا و رانجام طلا یساق از نام نبیره های شیرین. سلام مادر سلام مادر برایت احترام مادر همه اون سختی ها بگذشت بعدش روزم برا مادر توی تنها خیلی آمد من تو اشتگش به 40 سال شده سن. البته این خیلی روزی خورسنده شما هم که هر پدر مادر همچون دهقان و باغبان است. فرزند که نهال است نهال را زیر زمین میکند و امید میکند که ثمرش را میوهش را ببینم. گفتم امروز انا همین 4 فرزندی هستید 4 قنات خود را با یک مهنت حلال با وی رسانده بودید که نبینید که شما را در این روز خرسندی شاد باش میگویند. همیشه از پشت فرزندان آن آرزوهایی که در وقت جوانی از آن آرزوها دور شده بگذار از پشت فرزندان همه آرزوها عملی کنند. امروز من 40 سالگی توی بیام خطا نمیکنیم. 40 سال پیش از چند کسا پرسیدم که تاکبوری نبوده است. حاضر انانه های نو پیدا شده که در توی ها انا همون لحظه ها را خاطر رسان میکنیم و یادآور میشویم و هر دویتان فقط یک تا شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد میگویم. مرحمت تا را نزدیکتر میبیاریم. مرحمت. С днем рождения! مبارک باشد. مرحمت کار دراز کنید. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду. На того календаря, хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули, на Польше. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья. Дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли глаза сжигать. Чтобы
тебя мою настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Без ограничения. С днем рождения, для тебя мое настроение. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения. مبارک باشد و البته از نام جمشیدکه، دلاورکه، دلیرکه، دل شادکه شما را تبریک میگوییم. همیشه صحت سلامت باشید. مرحبا فرزندان آغوش میکنیم مادر عزیزی را. مبارک باشد. با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. سلطانی من چشم و چراغم مادر، تنها توی مبارک باشد. با هم مادر. پیامک اختر نکن. البته شما از صبح سحر تبریک‌های آغاز کردید. حاضر همه نواربردار ما این لحظه ها را به تاریخ مهر کرده ایستاده است. باید سخن‌های تبریکاتی را برای مادر عزیزی فرزندانتان رسانید. مرحبا. همسرمان همیشه فیضی و حمید صبحی رحمتی کنم داریم سر برو اصلی دیواره فرزندو همه خوشبخت باشد. مرحبا. مرحبا من در اینجا خواهر و جیان و همه خویشتباران نزدیکان ایستادین. از نام خواهران سخن‌های تبریکاتی. مرحبا. السلام علیکم همه خوارا کلونو انومی امینو الهیم هنیسته صد درایی سری فرزندات در حضور حلوات امینا بینی خیلی پاچم کتی الهیم صد در آمده گفتی بچم هر جا رفته بیایی الهیم خیلی اگر در وی کم وی داریم ما تبریکش کنیم اول کده ایلا ما اول ده خیلی الهیم صد درایی حضور حلواتی رنگی اونمو دادم صد در تریف شده حضور حلواتی امینا بینی رحمت. مرحبا. مادر مادر بجان برابر مادر دوباره نشو به کس میسر مادر مردم میگن خاله به جای مادره فندم نکنه سوزش مادر دیگره. اولا السلام علیکم هم قشلاقای محترم لطف فرمایید به درگاه همکم خوش آمده. من میخواستم ینگمولام به این روز زادروزشون تبریک گفته و ینگمولام عمر دراز ریسک فراز خواهشمندم همیشه کتی امکم 100 ساله شوید کم شود و غم نشود. الهیم خوش آمده برکتتون رحمت. رحمت سلامت باشد. تشکر می‌گویم. اکنون انیسه خاله آن دخترانه که 4 دختر است در خاندان شما 4 را تکلیف کنیم کنیم. شعر از یاد کرده بودیم برای شما. البته سخن‌های تبریکاتیشون را میشنویم. مرحبا. کیرین پاشاها شما را تکلیف میکنیم. یک تا یک البته برای مادر سخن‌های تبریکاتی هست. هم از نام خود هم از نام البته فرزندان عزیزشون میشنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان میزبانان خوش آمده به درگاه بیبی جای الهیم صد دروه سر همه و همه مونده ساق سلامت باشه. بابام کتی پیر شوه پیری به دولت شوه حضوری فرزند و نیوراتون بینه. رحمت. تشکر می‌گویم. مبارک باشد.
هزار رحمت. مرحبت. عزیزان هممی خیلی نباشد نبیره ها. البته نبیره ها سخنهای تبریکاتی را گویند بعد از آن باشد. نکنیتون می؟ مرحبت. بیبی جان عزیز 100 روی تبریک بکنم. بیبی 100 روی بزرگ علواتی امینه که بینی علی فریزاده حالا تبریک نکرده البته اشکی شاده را اخلیستاده است نه؟ کنی شعرها اخواتیر است نبر آمده است می؟ بله دادا شعر خونیم کنی؟ خون دختر بیبی جانی من خون کنی؟ خب بیبی جانی من گو بیبی جانی من خون بیبی جان من اصلا من 100 روی شب اولالا اسامه و هم که کجا چرا تو بیسانی تدرمونه رحمت سلامت باشد کنی پسرها تبریک میکرده هستن یا فقط رقص کتیمی جمجینکه مرحمت دلاورکه دلیرکه دلشدکه گلفتر میم باشن خیلی باشد نبرات رو رقص بتیمه یک جوره بیرون آمده در باد و هوای زیبای کوهستانی میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک همیشه لبخنده خورسندی و شادی همراه شمایان باشد و شمایان را ترک نسازد گنجینه به بهاترین سلامتی همراهتان باشد مرحمت صحبت های شوق برای شمایان زادروز مبارک باشد مرحمت شنو
اینک عزیزان در خانواده خیریمک مهمان شدیم. مادر عزیز را هنیسه خاله را در جشن زادروزشان از نام 4 شاه پسر اصیل کیلین پاشاها نبیره ها تبریک کردیم و این لحظه های خرسندی و تاریخی را نیز به کتاب شاهنامه خود مهر ساختیم و پیشکش شمایان کردیم. تشکر میگویم برای مهمانداری. هزار رحمت. روزهای خرسندی ببینیم. همه وقت روز خرسندی خدمت کردید. رحمت.